خب حالا شماره مجازی بریتانیا هستش، برای تلگرام تست کردیم و اینجا وارد ربات میشیم و اینجا میتونید که مشاهده میکنید کد رو فرستاده، کد 5 رقمی، و وارد میکنیم این شماره مجازی سالم هستش یا نه. شماره مجازی سالم هستش، اما اینجا کد 2 مرحله‌ای رو برای ما میاره که شما باید روی بازیابی حالا پسورد کلیک کنید، یعنی فراموشی رمز کلیک کنید و براتون میاره. اینجا دوباره بازیابی اکانت رو بزنید و وارد میشید. حالا برای واتساپ تست میکنیم. اینجا مشاهده میکنید شماره مجازی بریتانیا دوباره برای واتساپ. وارد ربات میشم، اینجا روی اوپن کلیک میکنم و اینجا مشاهده میکنید که کد 6 رقمی رو برای واتساپ فرستاده و شماره مجازی سالم هستش. سلام دوستان، به یکی دیگر از ویدیوهای کانال 0 تا 100 خیلی خوش اومدید. در این دو قراری ربات بهتون معرفی کنیم که بارها تست کردیم، به شما شماره مجازی رایگان میده و میتونید برای تلگرام یا واتساپ شماره مجازی دریافت کنید. فقط کافیه دوستان عزیز، کافیه کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید و حتما در داخل کانال تلگرام ما عضو بشید که به محض رسیدن به 10000 سابسکرایب قرعه کشی 50 تا شماره مجازی رو انجام خواهیم داد. دوستان عزیز دقت داشته باشید، این روش کاملا رایگان هستش، به شما شماره مجازی تلگرام یا واتساپ میده. نکته‌ای هم که وجود داره، حتما از یک فیلتر اسکن استفاده کنید، دیگه از پروکسی استفاده نکنید. من وارد این ربات میشم که بارها بهتون معرفی کردم، لینک رباتم داخل کانال تلگرام براتون میذارم. اینجا ربات رایگان هستش، روی استارت که کلیک میکنید اینجا گزینه‌های مختلف رو براتون میاره، اکانت رو میاره، شماره مجازی شما رو میاره، اینجا موجود حساب شما و اینجا پشتیبانی، زیر مجموعه گیری و همچنین در این قسمت ها آورده گزینه مختلف سرچ کردن و اینجا خرید شماره مجازی و اینا. کافیه شما روی این گزینه کلیک کنید، اینجا در این قسمت روی این گزینه کلیک کنید که ثبت کنید براتون بیاره. وقتی شما روی این گزینه کلیک میکنید اینجا آورده که باید در داخل این 4 تا کانال عضو بشید که حتما باید این کار رو انجام بدید. روی این گزینه ها کلیک میکنم و اینجا عضو شدن رو میزنم. در این قسمت تا عضو نشید در داخل این کانال ها نمیتونید دوستان استفاده کنید از این ربات. اینجا این گزینه ها رو میزنم، اینجا سابسکرایب رو میزنم در این قسمت، یعنی عضو شدم و اینجا ثبت میکنم. اینجا دقت داشته باشید شماره مجازی کشورهای مختلف رو برام میاره. شماره مجازی کانادا رو داره، بریتانیا رو داره، استرالیا، آمریکا، سوئد و همچنین دوباره بریتانیا رو میاره. دوستان عزیز در بین این کشورها شما میتونید از کشور سوئد و بریتانیا استفاده کنید برای تلگرام یا واتساپ. اینجا در این قسمت وقتی شما مجازی مورد نظر روش کلیک میکنید کپی میشه. اینجا مگر اوپن رو بزنید اینجا کانال تلگرامیشون هستش که کدها رو براتون میفرسته. اینجا دوستان عزیز دقت داشته باشید برای واتساپ کد رو فرستاده حالا 2 ساعت پیش و یعنی برنامه کار میکنه. اینجا اگر دقت داشته باشید برای پلتفرم‌های مختلف کد رو فرستاده. شما مجازی بریتانیا. این از این قسمت. دوستان عزیزم دقت داشته باشید، حالا مثلا من این شما مجازیه اینجا فقط از سوئد و بریتانیا برای تلگرام یا واتساپ استفاده کنید، چون این دو تا کشور برای تلگرام و واتساپ کار میکنن. اینجا من روی سوئد کلیک میکنم، شما مجازی مورد نظر رو کپی میکنم. حتما این شما مجازی رو که کپی میکنید در داخل تلگرام اصلی تست کنید، یعنی در داخل تلگرام های دیگه تست کنید و با یک تلگرام دیگه وارد همون اکانت بشید و روی تلگرام اصلی تست. خب دوستان عزیز اینجا من شما مجازی سوئد رو کپی کردم، حالا وارد تلگرام میشم در این قسمت و اینجا 46 رو وارد میکنم، شما مجازی سوئد و اینجا 46 رو پاک میکنم و اینجا روی این گزینه کلیک میکنم. اینجا دقت داشته باشید کد 2 مرحله‌ای فعال شده، یعنی این شما مجازی ها کار میکنن برای تلگرام و فرد دیگه از اکانت استفاده کرده. دوستان عزیز دقت داشته باشید نکاتی وجود داره که میخوام بهتون بگم تا بتونید شما مجازی سالم رو برای تلگرام یا واتساپ پیدا کنید. اینجا در این قسمت همینطور که مشاهده میکنید شما مجازی کشورهای مختلف رو براتون میاره. شما 2 تا راهکار دارید برای اینکه بدونید کدوم شما مجازی برای واتساپ یا تلگرام کار میکنن. روی اوپن کلیک میکنید اینجا مثلا همین شما مجازی 301 برای واتساپ کار کرده. اگر دقت داشته باشید اینجا شما مجازی بریتانیا رو پیدا میکنید، شما مجازی 301 دوستان عزیز دقت داشته باشید این شما مجازی هستش، کپی میکنید. این روش اول که میتونید شما مجازی مورد نظر رو برای تلگرام یا واتساپ پیدا کنید. حالا بریم سراغ روش دوم، استفاده از کانال تلگرامی خود این برنامه هستش که قرار میده کدوم شما مجازی یا برای تلگرام یا واتساپ کار میکنن. اینجا اگر دقت داشته باشید اینجا کانال تلگرامیشون هستش که شما عضو شدید. اینجا آورده مثلا این شما مجازی برای پلتفرم‌های مختلف از جمله تیک تاک، پیپال اینا کار میکنن. اینجا دوستان عزیز هر روز این گزینه‌ها رو قرار میدن و اینجا مثلا برای یوتیوب بعضی وقتا بعضی پلتفرم‌ها داخلش نیستش، مثلا تلگرام و واتساپ بعضی وقتا نیستش و شما باید اینجا خودتون دوستان دقت داشته باشید پلتفرم‌ها فرق میکنن و اینجا خودش قرار میده. این روش دوم هستش. مثلا اینجا چند روز پیش برای تلگرام این دو تا شما مجازی کار کردن. حالا من در این قسمت دوباره اینجا دوستان عزیز وارد ربات میشم اینجا و در این قسمت حالا همین شما مجازی که کپی کردم بریتانیا در این قسمت فهمیدم برای واتساپ کار میکنه، میرم برای واتساپ تست میکنم ببینم کار میکنه یا نه. دوستان عزیز دقت داشته باشید من این شما مجازی رو حالا برای تلگرام تست کردم و اینجا کد 2 مرحله‌ای فعال شده. اگر دقت داشته باشید این شما مجازی هم کار کرده و اینجا آوردیم برای اینکه بتونید کد رو دریافت کنید باید 11 ساعت دیگه دوستان عزیز حالا این شما مجازی رو این قسمت رو حالا دوباره تست کنید. این از این قسمت.
پس شما باید شماره‌ریزی رو پیدا کنید که ما دو تا روش بهتون گفتیم که چگونه بفهمیم یک شماره‌ریزی برای تلگرام یا واتساپ کار کنه. حالا مثلا من در این قسمت این شماره‌ریزی هم تست می‌کنم برای تلگرام ببینم کار می‌کنه یا نه. اینجا در این قسمت دوباره کپی رو میزنم در این قسمت و این گزینه رو میزنم. حالا روی اس کلیک میکنم. اینم کد 2 مرحله ایش فعال هستش. دوستان نکته‌ای هم که وجود داره حتما این موضوع توجه داشته باشید. اینجا مثلا اگه شماره‌ریزی سالم رو پیدا کردید در این قسمت مثلا برای تلگرام یا واتساپ یا هر پلتفرمی، اگر کد رو براتون نفرستاد مربوط به زمانی هستش که تست کردید. بیشتر شب‌ها از این ربات استفاده کنید، کد رو براتون میفرسته که ما بارها و بارها تست کردیم و در اولی ویدیو هم همینطور که مشاهده کردید تست کردیم و اینم کد 2 مرحله دوباره فعال شده. پس توجه داشته باشید. برای اینکه حالا دوستان دقت داشته باشید، من مثلا اینجا در این قسمت حدوداً 3 ساعت فاصله داشته در این قسمت که کد رو فرستاده، بعضی وقتا باگ و مشکل داره در اینجا و اینجا میتونید بگردید و اینجا برای پلتفرم مختلف پیدا کنید. مثلا شما شماره‌ریزی برای فیسبوک میخواید، میتونید این گزینه آورده فیسبوک شماره‌ریزی مورد نظر آورده 828 در داخل همون ربات پیدا کنید و حالا تست کنید ببینید برای فیسبوک کار میکنه یا نه. اینجا 301 رو دوباره توجه داشته باشید آورده در این قسمت برای تلگرام کد رو فرستاده. دوستان عزیز دقت داشته باشید. حالا شماره‌ریزی بریتانیا همین شماره هستش برای تلگرام کد رو فرستاده. حالا من این شماره‌ریزی هم تست میکنم ببینم کار میکنه یا نه. اینجا پیست رو میزنم 44 رو پاک میکنم و روی این گزینه هم کلیک میکنم. اینجا هم کد 2 مرحله فعال شده. اگر روی این گزینه کلیک کنید اینجا اوکی رو میزنید و اینجا خودش آورده که باید 7 روز صبر کنید و اگر اوکی رو بزنید مربوط به اکانت ویژه تلگرام هستش که همون لحظه میتونید حالا اکانت رو بازیابی کنید و وارد اکانت بشید به همین سادگی. پس شماره‌ریزی کار میکنه نیستش که کار نکنه و شما میتونید از این ربات استفاده کنید و یکی از بهترین ربات ها هستش. حالا من یک شماره‌ریزی دیگه تست میکنم. شماره‌ریزی ها محدود هستش و حتما این موضوع توجه داشته باشید. حالا مثلا این برای دوستان عزیز اگر دقت داشته باشید برای تلگرام مسدود شده. ما در اول ویدیو هم گذاشتیم حالا تست این ربات کار میکنه. فقط نکته‌ای هم که وجود داره چون حالا دوستان این ربات شماره‌ریزی محدودی میذاره و حالا چند مدت یک بار شماره‌ریزی به ربات اضافه میشه، نیستش که هر روز چند تا شماره‌ریزی اضافه بشه مثل برنامه رسیو SMS، ولی ربات کار میکنه و ما بارها و بارها تست کردیم و تستش هم در اول ویدیو هستش که برای تلگرام تست کردیم. یعنی برنامه کار میکنه و چند بارم برای واتساپ تست کردیم. خب کامل بهتون توضیح دادم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب 0 تا 100 رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. و لینک این ربات هم داخل کانال تلگرام براتون میذارم که بتونید از این ربات استفاده کنید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.